بچه ها سلام. امشب شب بازیه. فردا یک بازی حساس با سایپا توی لیگ یک داریم، هفته پایانی لیگ یک. اگر بتونیم از این بازی نتیجه خوبی بگیریم و تیم دریای بابل هم بیا شهرداری آستارا هم توی بازیاشون موفق نباشن، ما میتونیم توی لیگ یک باقی بمونیم. این اتفاق باعث شد که من به سالهای 90 و 91 فوتبال ایران میخوام فکر کنم، سالی که داماش و سایپا جفتشون با هم توی لیگ برتر بودن و با خودم گفتم که به همین بهونه بیام و یک شبیه سازی از این بازی انجام بدم. اون سالا یادمه که ما کلوب میرفتیم و اون موقع یک نسخه ویژه‌ای از بازی فوتبال پی اس اومده بود که مخصوص لیگ برتر بود، لیگ برتر ایران بود، توسط شرکت‌های داخلی دستکاری شده بود. همون رو الان من آماده کردم. من خودم میخوام داماش بگیرم، حریفم رو سایپا بذاریم و ببینیم که نتیجه چی میشه. فقط این رو هم بهتون بگم که من خودم به شخص زیادی نسخه رو بازی نکردم، از طرفی هم جدیدا فیفا بازی میکنم. اون کسایی که بازی میکنن میدونن اصلا دکمه و سیستم بازی فرق داره. امیدوارم که به هر حال نتیجه پرتی نگیرم. گفتم که حالا با این یادآوری از گذشته و دوران لیگ برترمون بتونیم به پیشواز این بازی بریم. چون میبینید که منم دارم تیم ها رو انتخاب میکنم. از این طرف سایپا رو هم انتخاب کنیم، لباس اصلی سایپا، لباس اصلی خودمون، بریم برای بازی. تایم بازی که میدونید فردا ساعت 8 شب در یک فصل گرم در هوای مناسب و بازی که وقت اضافه نداره، پنالتی نداره، 5 تا تعویض هم که بعد از زمان کرونا میتونیم داشته باشیم. بریم برای بازی. ببینیم تو ترکیب کیا رو داریم. خب دروازه‌بانمون محمدیه، اگر اشتباه نکنم یک مدت دروازه‌بان استقلال بود. جایگزینش اگر اشتباه نکنم تو اون سال فراهانیه که لایقی فرم هست، فراهانی هم هست. فراهانی که هوادارهای داماش به هر حال خاطرات خوبی ازش دارن. منظورم از خاطره خوب البته بیشتر بازی قبلی داماش با خوش طلاییه. فراهانی رو میذاریم توی ترکیب، امیدواریم که اینجا برامون خوب باشه. مختاری هست تو ترکیب، مهدوی کیا هست، ابوذر رحیمی هست، جونیور آلوس هست، آقایی، صدرک، مهدوی، چاوشی، مهدوی که همین الان مربیمونه و غلامی که تا همین چند وقت پیش داشت برامون بازی می‌کرد. بریم تو ذخیره‌ای که داریم. آبشک رو داریم، نظیفکار رو داریم، بازیکنایی و جالبه که ابراهیمی جوان رو هم داریم. ابراهیمی که همین الان داره برامون بازی می‌کنه. خب طبیعتاً بس ابراهیمی هم میاریم توی بازی جایی که بیارمش. نقشش رو اینجا زده سی بی، جای مهدوی کیا میارمش. فکر ترکیب خوب باشه، زیاد ترکیب رو دستکاری نکنیم، ذره پوزیشنامون هم ادیت کنیم، گل نخوریم. بریم عقب. بریم ببینیم که نتیجه این بازی چی میشه. من زیاد حقیقتا امیدوار نیستم به این بازی، چون که میگم من یک نوبی هم در این بازی، به این دلیل که خیلی وقت پی اس بازی نکردم، جدیدن فیفا بازی کردم. این دکمه رو برعکس می‌ذارم. کسایی که فیفا بازی کردن میدونن که اصلا سیستم پاسکاری و دکمه و اینا همه چی عوض شده. جالب اینه که اون زمان که این توی کلوپا بازی میشد، با اینکه این چهره ها سبک بازی اینا هیچ ربطی به بازیکنای اون تیم‌ها نداشت، خیلی مورد استقبال هوادارا قرار می‌گرفت. الان مثلا چهره ها رو که نگاه کنید تقریبا هیچ ربطی به مهدوی و غلامی و نمیدونم ابراهیمی و فراهانی ندارن چهره ها، ولی اون موقع به هر حال با این قضیه حال می‌کردیم دیگه. گفتیم به به داماش رو ساختن، چقدر خوبه. و استادیوم های توی بازی هم که همون استادیوم های پیش‌فرضن، هیچ ربطی به عزودی و سردار جنگل ندارن. حالا اون موقع حداقل سکوهامون سالم بود، الان که
سکو هم نداریم، یعنی فکر نمی کنم که تو هیچ بازی چنین استادیومی واقعا وجود داشته باشه که بشه شبیه سازیش کرد. اینم که تیم سایپا. تو سایپا هم فکر کنم چند تا اسم که آشنا باشن حتما میبینید. حالا ترکیب ما که اینه، ترکیب سایپا هم الان قاعدتا باید بیاد. مهدی خانی، اونام یه ابراهیمی دارن، اوربانی، بقیه‌اش هم که رفت، حالا مهم نیست. بازی کم کم داره شروع میشه. بریم زاویه دوربین رو هم تغییر بدیم، بذاریم رو واید. اونایی که پی اس بازی کردن میدونن که با این زاویه پیش‌فرض زیاد خوب نمیشه بازی کرد. من این شبیه ساز رو هم یه بار تست کردم، یه بازی کردم، نتیجهش باخت 2-0 هم بود. الان دومین بار دارم بازی میکنم و امیدوارم که توی این بازی زیاد آبروی داماش رو ندارم و بتونم یک نتیجه. چقدر فرق داره ولی با فیفا، مخصوصا با فیفای FC24 که در واقع جدیدن دارم بازی میکنم، از نظر دکمه و گیم پلی و همه چیز فرق داره دیگه، اصلا هیچ شباهتی نیست. طبیعی هم هست، دو تا بازی کاملا جدا هستند و این بازی خیلی قدیمی هم هست. خب جهانگیر عسکری رو می‌بینیم که داره پا به توپ جلو میره، ببین همینطوری میتونیم بیایم باش گل بزنیم. بعید می‌دونیم مدافع سایپا فکر کنم بگیره. کاتبک به عقب، یه ارسال بزن، وای غلامی داشت فکر کنم گل می‌زد، اگه اشتباه نکنم غلامی بود. خب توپ افتاد دست بازیکن سایپا، توپو گرفتیم. امیدوارم حالا اینجا هر نتیجه‌ای که دست میاد در واقعیت فردا رو ما بتونیم بازی رو ببریم و فارغ از نتیجه‌ای که اینجا من میگیرم فردا ما برنده بازی باشیم. بازی که ما زیاد شرایط جالبی نداریم. سایپا هم تیم خیلی خوبیه، یعنی سایپایی که امسال باش مواجهیم جایگاه پنجم لیگ که و درسته که اینجا داریم شبیه سازی انجام میدیم ولی شرایط تیم‌ها واقعا مثل اون زمان نیست. اون زمان جفتشون لیگ برتر بودن، حالا داموش و سایپا تقریبا خیلی شبیه به هم بودن الان، ولی امسال داموش در شرایطی که نزدیکی که سقوط کنه، ولی سایپا وضعیتش بد نبوده، تا یه مدت هم مدعی صعود بوده خودش. 16 دقیقه از بازی گذشته. برو پسر. جهانگیر عسکری، وای میگم که من نوبم، مثلا این سیستم شوت و پاس و همه چیز فرق داره خیلی. ببینیم که چی میشه دیگه. خلاصه چه موقعیتی از دست دادم، من فکر نمی کنم دیگه موقعیت اونجوری بتونم به دست بیارم. امیدوارم که بچه‌هامون فردا، حالا حسین ابراهیمی و نمیدونم بقیه بچه‌ها، زاهد تبار و نمیدونم سعید طالبی و هر کسی که باید گل بزنه فردا بتون از موقعیتاشون استفاده کنن، مثل من نوب بازی در نیارن. یه فردا واقعا فرصتی برای اشتباه کردن نداریم. حالا یادم همین بازی برای کامپیوتر نسخه چیزم داشت، نسخه با گزارش فارسی هم داشت، منتها این چون نسخه پلی استیشن 2 هست که داره با شبیه ساز اجرا میشه، اون نسخه‌ای که گزارش داشت رو نتونستم پیدا کنم حقیقتا. برو پسر. عسکری چقدر خوب بازی میکنه. جهانگیر جان، حالا تیمت هم صعود کرده، تبریک میگیم صعود خیبر رو. اینجا برامون یه گل بزنی خیلی ممنونت میشم. خب سایپای لعنتی چقدر خوب داره بازی میکنه. فردا به اون صورت انگیزه هم نداره، حالا تو قطعا که صعود که نمیکنه. امیدوارم فردا بازی رو زیاد جدی نگیره. اگه جدی بگیره واقعا درسته که حالا ما توی استادیوم خودمون و جو هواداری اینا رو داریم، ولی به هر حال بازی سختی میشه برامون. برو پسر. آها وای غلامی، چطور اینو نزنیم؟ میگم این سیستم شوت و ایناش اصلا خیلی فرق داره. من نمیدونم چه جوری با شوت بزنم که گل بشین. دومین موقعیت بود از دست رفت. فکر نمی کنم دیگه به همین راحتی بتونم اینجور موقعیت به دست بیارم. میگم امیدوارم
برخلاف من که دارم اینطوری نوب بازی در میارم، بچه‌ها فردا مثل من نوب نباشن، از این موقعیتاشون استفاده کنن، یه با بازی آخر خلاصه هم تیم بمونه، هم با یک نتیجه خوب فردا بچه‌ها برن خونه. اصلا نمیدونم اینجا سانتر کار میکنه نمیکنه، شده شبیه همین دماش خودمون. من هرچی سانتر میکنم هیچ نتیجه خاصی نمیگیرم. دماش امسال خودمون هم همین جوریه، یعنی سیستمش رو میذاره بر مبنای سانتر کردن ولی آخرش با روش‌های دیگه به گل میرسه. خب آفساید شد. بله، چاوشی که اول فصل مربیمونم بود توی آفساید قرار گرفت. چاوشی که اگر اشتباه نکنم هنوز که هنوزه آقای گلمون محسوب میشه. کسی رو نداریم توی داماش که بیشتر از چاوشی گل زده باشه. وای، این فکر کنم آخرین موقعیت توی نیمه اول باشه. هد بزن عسکری. جهانگیر چرا این هد رو نزدی؟ میشدی جهان سایپا سوراخ کن، چه اشکالی داشت؟ ای کاش این ویدیو رو لایو میگرفتم، حالا تستی دیگه البته، ولی ازتون میپرسیدم که ترکیب یا بازیکن‌ها رو چطوری باید بذارم که نتیجه بهتری بگیریم. میگم چون من همون موقع هم زیاد این نسخه رو بازی نکردم، فقط دیدم چند باری بچه‌ها بازی میکنن، خودم اصلا با این ورژن از بازی آشنایی ندارم. نیمه دوم رو آبشک رو بیاریم تو. نگاهی بندازم. آبشک مثلا جای کی بیاریم اگر بخوایم بیاریمش؟ البته میدونم آبشک حالا زیاد هوادارا دل خوشی ازش ندارن به خاطر حالا اتفاقاتی که حاجتی هم هست، حاجتی هم که الان مربیمون رضا حاجتی هم بیاریم توی زمین، حاجتی رو بیاریم جای سلوک و آبشک هم جای کی بیاریم؟ جای نه دیگه، آبشک رو نمیتونیم بیاریم چون اصلا پوزیشنش فرق داره. همین تعویض خوبه، حاجتی هم آوردیم تو زمین. جالب این بازی مثلا مال 12 سال پیشه، بعد مثلا ابراهیمی همون موقع بود الان هست، یا غلامی من چند فصل پیش داشت برامون بازی میکرد. الزاما چیز خوبی هم نیست این قضیه، نشون میده که ما به اندازه کافی نتونستیم تیممون رو تو این سالها جوون کنیم. یه نه داشتیم گل میخوردیم. گفتم من یک بار این بازی رو آزمایشی انجام دادم، 2-0 باختم. امیدوارم که این قضیه تکرار نشه، بتونیم بازی رو ببریم. و واقعا حالا این بازی مهم نیست، مهم اینه که فردا بازی رو ببریم. سایپا چرا اینقدر خوب بازی میکنه آخه؟ ول کن. هرچی ما نیمه اول حمله کردیم سایپا تو نیمه دوم داره جبران میکنه. برو به سر نوب بازی در آوردم. برو دروازه‌بان. وای سوتی داده بود دروازه‌بان. من نگران این بازی نیستم، نگران بازی فردا هم. امیدوارم که حالا هر اتفاقی اینجا داره میفته، فارغ از نتیجه‌ای که اینجا رخ میده، ما فردا بتونیم بازی رو ببریم. اونورم که حالا دریای بابل با چادرملو بازی داره، چادرملو هم تو زمین خودش حتما بازیش رو میبره، چون ببره به لیگ برتر صعود میکنه، صعود خوبی هم میکنه و جا داره پیشاپیش به چادرملو تبریک بگیم. ما اگه بازیمون رو ببریم موندیم. خب اینو گل کن، اینو خیلی محکم زدم. وای ابراهیمی بود. کورنر کوتاه بزنم به نظرتون یا بلند؟
کوتاه بزنیم. به پاس آفساید نشو. ارسال. وای، سایپا معلوم پایین میبینه دیگه، مدام داره تعویض میکنه. دقیقه 61 رسیدیم. حالا یه چیزی هم که وجود داره اینه که حالا اینجا درسته که بازی مساویه، فردا اگه بازی مساوی بشه من فکر میکنم که بمونیم. حالا درسته که خیالمون تخت نمیشه با یک مساوی، ولی من احساس میکنم که با توجه به اینکه بابل میبازه به احتمال خیلی زیاد، ما همینجا با یک مساوی هم بتونیم توی لیگ برتر بمونیم. ولی خب اصطلاحاً میگن چرا روزه شکدار بگیریم، اگر میتونیم ببریم که ببریم دیگه. حالا اصلا فارغ از اینکه بمونیم توی لیگ یک یا نمونیم، اینکه بتونیم بازی رو ببریم طبیعتاً باعث میشه که هوادارا خاطره بهتری از این لیگ داشته باشن. بگیم که حداقل مثلا بازی پایانیمون رو مقابل سایپایی که خیلی هم تیم خوبیه بردیم. حالا سایپا هم یه دونه بازیکن بابلی داره، احتمالاً خیلی روی همتیمیاش کار کرده که فردا بازی رو به هر حال به سود تیم بابلی در بیارن. ولی به هر حال ما داماشیم، مخصوصا جلوی هوادارهای تیفوسی داماش بازی کردن خیلی سخته. در نتیجه فکر نمی‌کنم ما ببازیم، ولی امیدوارم که ببریم، میگم کار به مساوی هم نکشه. چه بسا که حتی اگر بتونیم بازی رو ببریم و بابل و آستارا جفتشون ببازن، حتی رتبه‌مون هم رتبه بهتری میتونه بشه. چرا من سه تا موقعیتی که توی نیمه اول داشتم ازش استفاده نکردم آخه؟ حالا همچینم میگم استفاده نکردم، مثلا اگه دوباره پیش بیاد من میخوام گل بزنم. وای، غلامی 26 ساله بود اون موقع. کار مثلا شوتش سیستمش فرق داره، من هر چی شوت میزنم هیچ کدومشون داخل چارچوب نیست، نمیدونم چه سیستمیه. وقتی گل نمیزنیم اینطوری برو گل، غلامی گل برای داماش، گل محمد غلامی در دقیقه چند بود؟ 60 خورده بود، 70 بود، چند بود؟ داماش رو به گل میرسونه. داماش 1 سایپا 0. چطوری زد؟ این همه نزدیم بالاخره یه گل زدیم. دقیقه 80 چه موقعی هم گل زدیم. بگم تو این چند دقیقه اگر گل نخوریم خیلی خوب بشه. دومین باریه که دارم این بازی رو انجام میدم. ببینم میتونم این بازی رو با پیروزی پشت سر بذارم. ای آقای منوچهری، ما شوخی داریم مگه؟ تو دقیقه 80 فلان که میای هد میزنی. فلانی هم انصافا خوب بازی کرد این بازی. چون میدونید چرا میخندم. خب یه گل دیگه میتونیم بزنیم. نه دیگه آفساید هم بکنم بود. حالا 4 دقیقه بچه‌ها دووم بیارید، دقیقه 90 گل نخورید. هرچی امسال دقیقه 90 گل خوردیم بس بود خودش. آها 2 دقیقه وقت اضافه. اون زمان وقت اضافه اینطوری بود، مثل الان نبود که 6 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه وقت اضافه بگیرن. دقیقه 90 دیگه میرسیدیم خیالم راحت بود. بابا بزنید زیر و تمام. پیروزی 1-0 داماش مقابل سایپای تهران
یا کرج یا هر جایی که هست مهم نیست. بازیکنان سایپا هم دیدیم که برای موندنمون توی لیگ داشتن به اون تبریک میگفتن. امیدوارم که فردا به هر حال همین اتفاق بیفته دیگه، فردا هم بتونیم بازیمون رو ببریم، توی لیگ 1 بمونیم. حالا این پیروزی توی PS 2011 هم به فال نیک میگیریم. امیدواریم که حتی اگر شده همینطوری با یک برد خفیف به هر حال ما پیروز بازی باشیم. مرسی که این برنامه رو دیدید. نظرتون رو در مورد این سبک برنامه بهم بگید. شاید توی فصل آینده از این مدل برنامه ها بیشتر داشته باشیم. دمتون گرم. به امید پیروزی. فعلا.